خب بریم پارت دوم مینی ولاگ سفرمون به کنیا رو با هم دیگه ببینیم. بعد از رسیدنمون به هتل در ماسای مارا و خوش آمدگویی نشستم با یکی از بومیای ماسایی برای قدم زدن تو دل طبیعت برنامه‌ریزی کردم. بچه‌ها دیلاش از بومیای ماساییه و الان لیدر ما هستش که بریم یکم تو طبیعت قدم بزنیم. نکته مهمی که هست اینه که بچه‌ها هیچ سر و صدایی نمی‌کنین. جیغ جیغ بخند بلند صدای بلند، ما قراره بریم یه سری حیوان ببینیم. اگر سر و صدا بکنه احتمال اینکه اینا فرار بکنن و هیچی نبینیم خیلی. علی آقا بعدش به دنبال لیدر بومیمون راهی طبیعت شدیم. در بین راه ما رو با گیاهای بومی و کاربردشون آشنا می‌کرد. مام زیر بغل So we can smell it. زیر بغل این زیر بغل